کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که کارمندانش روز 21 دکامبر در پایتخت در دو حادثه فوق‌العاده به ساکنان دستیاری دراز کردند. از جمله ساعت 16:25 دقیقه یک ساکن شهر دوشنبه خبر داد که در کوچه مایاکوفسکی پایتخت پسر نابالغش هنگام بازی در میدان نزد بنا در الوانچک درمانده است. نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی شهر دوشنبه به جای حادثه سفربر شده و ساعت 17:02 دقیقه شهروند را نجات دادند و سالم به والدانش سپردند. پسرک به یاری طبی نیاز نداشت. ساعت 19:40 دقیقه باشد یک ساکن کوچه نصرت الله مخصوم به قسم نوبرداری زنگ زده و خبر داد که در منزل استقامتیش بسته شده و نمیتواند مستقلانه وارد خانه شود. وی همچنین خبر داد که در داخل خانه سه فرزند نابالغ وی ماندند. کارمندان نجات ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده و با یاری تجهیزات مخصوص در خانه شهروند را باز کردند. حادثه تنها ماندن کودکان در خانه و بسته شدن در منزل شهروندان زیاد به چشم میرسد. قریب هر روز این گونه زنگ‌های تلفنی دعوت به کمک میرسند. یک سبب اصلی از فراموش خاطری و سراسیمگی کلید را در داخل خانه ماندن و ناگهان بسته شدن در درآمد است. از این رو والدان باید قبل از بیرون شدن از خانه اول باید حتما ببینند که کلید را با خود گرفتند یا نه. دوم در خانه تنها ماندن نابالغان خطرهای زیاد امنیتی دارد که پدران و مادران باید این همه را دانند. والدان را لازم است همیشه با کودکان خود در موضوع تنها ماندن و عملهای هنگام تنهایی صحبت کنند. به آنها فهمانند که بناگاه اگر کلید در خانه ماند یا در ویران شود و والدان وارد شدن نمیتوانند باید چه کار کنند.